مراحل برش زدن کناف برای اجرای لاین نوری دقیقاً مشابه این طرح داخل راهرو میخوایم توی سقف سرویس اجرا کنیم. اول اومدیم عرض سقف سرویس رو اندازه‌گیری کردیم و به 3 قسمت تقسیم کردیم، 3 قسمت متفاوت. خطی که به دست اومد 36 بود، 36 از دیوار و 36 از این. از 36 چون عرض پروفیلمون 3 سانته، 1.5 سانت به سمت راست و 1.5 سانت به سمت چپ اندازه‌گیری کردیم و علامت زدیم. روی علامت‌ها رو با ریسمون رنگی خط کشی کردیم تا جای برشمون کامل و دقیق به دست کنیم. حالا ما با اره دستی برش میزنیم. خیلی ها هستن که اره افقی بر شارژی دارن یا برداشتی. اره رو اگر به سمت خودتون بگیرید و اینجا برش بزنید، برشتون دقیق تر میشه چون خط رو میبینید و اره رو دقیقا روی خط کنید. ببینید اینجا به سازه خورد. این قسمت سازه داره، این قسمت هم سازه داره. پس ما این قسمت شروع میکنیم با برش زدن. دو طرف سازه رو ما برش زدیم. این قسمت وسط که سازه داره رو تیغ رو به این صورت میگیریم. این قسمت سازه هم برش کنیم. آقا یه جایی هم هستش که سازه F پشت برشمون میفته. ما نمیتونیم اره‌مون رو تکون بدیم. اینا رو بهتره با تیغ کاتر در بیاریم، یعنی خط بندازیم تا در بیاریم. راه دیگه‌ش هم اینه که با مینی فرز در بیاریم، ولی مینی فرز خیلی خاک می‌کنه. با تیغ کاتر اینجوری کم کم که ببرین خیلی بهتره. بخوای لاین نوری رو آموزش ببینید، پیجمو فالو کنه، بقیه پستامون رو ببینید. مراحل برش زدن کناف برای اجرای لاین نوری دقیقاً مشابه این طرح داخل راهرو میخوایم توی سقف سرویس اجرا کنیم. اول اومدیم عرض سقف سرویس رو اندازه‌گیری کردیم و به 3 قسمت تقسیم کردیم، 3 قسمت متفاوت. خطی که به دست اومد 36 بود، 36 از دیوار و 36 از این. از 36 چون عرض پروفیلمون 3 سانته، 1.5 سانت به سمت راست و 1.5 سانت به سمت چپ اندازه‌گیری کردیم و علامت زدیم. روی علامت‌ها رو با ریسمون رنگی خط کشی کردیم تا جای برشمون کامل و دقیق به دست کنیم. حالا ما با اره دستی برش میزنیم. خیلی ها هستن که اره افقی بر شارژی دارن یا برداشتی. اره رو اگر به سمت خودتون بگیرید و اینجا برش بزنید، برشتون دقیق تر میشه چون خط رو میبینید و اره رو دقیقا روی خط کنید. ببینید اینجا به سازه خورد. این قسمت سازه داره، این قسمت هم سازه داره. پس ما این قسمت شروع میکنیم با برش زدن. دو طرف سازه رو ما برش زدیم. این قسمت وسط که سازه داره رو تیغ رو به این صورت میگیریم. این قسمت سازه هم برش کنیم. آقا یه جایی هم هستش که سازه F پشت برشمون میفته. ما نمیتونیم اره‌مون رو تکون بدیم. اینا رو بهتره با تیغ کاتر در بیاریم، یعنی خط بندازیم تا در بیاریم. راه دیگه‌ش هم اینه که با مینی فرز در بیاریم، ولی مینی فرز خیلی خاک می‌کنه. با تیغ کاتر اینجوری کم کم که ببرین خیلی بهتره. بخوای لاین نوری رو آموزش ببینید، پیجمو فالو کنه، بقیه پستامون رو ببینید.